دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم؟ من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر و مادران، مهمانان خانواده ما. من امروز سال گذشته بود که در خانواده عمکم ینگمولا یک طفلک نازنین نبیره شیرین که نامشان هم مانند خودشان است و دنیا آمدن. از آمدنشان خرسند و خوشحال شدم که امروز علکه شیرینتای ما 1 ساله شده است. میخواستیم در این روزی خرسندی نبیره عزیز خاندان را، جگرگوشه خود را تبریک گوییم و البته به صحنه همراهی سهرابکم، ینگمولا، مراد احمد، فرخ بابا و البته آن جانها ینگبیی، نگار خالش من را به صحنه تکلیف کنیم. نبیره را در روز خرسندی تبریک کرده اون انعنه را یک جای برگزار کنیم و به تاریخ مهر سازیم. مرحمت میخواستیم به نزد ما تکلیف کنیم. مرحمت بده کن فرخ بابا، فرخ بابا، مرحبا، مرحبا، مراد احمد، مرحبا. یعنی هم با ما نزدیکتر استیم. مراد احمد از نانکش هم مغز شیرین بگوید نبیره شیرین را. امروز شیرین بانا و لفظ خانواده ما گویم مگر شیرین تای خاندان ما جشن 1 ساله شده است. خدا کنند 120 ساله شود، نامبرداری آنجان بابا جان شود، کلان شود و آلوچه گلی بادام من نبیره بابام ششته چای ریشن من چای ریزه که بابام گفته اطراف مراد بابا پروانه شود و البته روزهای خرسندیش در خدمتش مایان شدن نصیب کند میگوییم. امروز شیرین تای را شخصا از نام خود از نام اهل عائله تبریک میگوییم و همیشه به درد و غم شده با وی رسد، صاحب معلومات عالی شود، معلمه مرد شود و همیشه از پیشش فخر کنیم که این نبیره خاندان ما است. دخترم نسخه دل و جانم، آرزویم امیدم ارمانم، تا به پا بردمت برای حیات تا که باشی تو از سایه دستانم. من تو را کلان نکردم روی چشمانم، من تو را کلان کردم روی دیده هایم. دخترک نازنین کلان شود، همیشه لبخنده همراهش، صحت سلامتی همراهش باشد میگوییم. زاد روزش مبارک، امروز روز خرسندی را برایش مبارک باد میگوییم. الان خیلی رقصان و خرسند و خوشبخت شده گردد. جشن زادروزی نبیره مبارک. همیشه در روزهای خرسندی همراه شما دیده و دیده هستیم. مادر جانشان شما نزدیکتر استید، سرابکم کجا گرفتن. امروز روز خرسندی رو برای هر دو آنهای باباها مبارکباد میگوییم. دعا کنید مانند همین آنها و باباها انسانهای اصیل و با نفوسش باور رسد و از پیشترش اهل و اولاد. بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم جان جانم بچه جانم بچه جانم بچه جانم شیرین
با مرحمت هر جاتون رو تکلیف کنیم کلکلانش رو قیچی میزنیم یک جایه امک باباها مرحمت مرحمت حاجی با مبارک باشد صحبت شیرین توی شما داره؟ مبارک باشد کنی باباها یک تا تبریک کنن کنی حاجی بابا دادا نزدیک ترسیم مرحبا السلام علیکم خیلی توارا همسایه‌ها اباها خالاها من امروز یک ساعت باشه درگاه ماها درگاه برادخور سرا کردم من نیوراهام امروز یک سالگیش باید تبریک بکنیم الهی دختر 120 ساله شود باباش با آنش با خدمتگار شود فخر آخریک شود کی بینه که حواس کنه که یه همین دختری من شود گفته الهی همین دختری من شود آیله ما هم با شکرهای شیرینهای عسلهای همه شیرین عمره پیشتر را شود مرادخور مبارک نیارم پیری بالا باشه چی گو اون در اون دوست پرواز در 7 سال شده 20 سال شده رحمت کنی خواهرکان است گوگوش تبریک میکنند داری کلام شما من بلده کم بزنیمی؟ دوش بلده رحمت کل بارامه تبریک میکنید می؟ مرحبا البته امروز خیلی السلام علیکم ورکو مادرکو اکاو هم یکوتون خود یکم خوش آمده هماتون در درگاه برادو که من کلم الله الهیم نیورک کلوم شود سب ساله شود الهیم تاکی چی میده بشبم مانکو خلام هم یکم در آمده تبرین بکنم هم یکوتونم سلام کنم الهیم هم یکوتون ساق باشه برادو کم کلم الله که خوش پیش شود خدا نمشون عیسا مراد فرم جان کلمه که خوش پیش شود الهیم چورا کتون حاجی اونای حاجی بابا شوه الهیم دیلاتون بچه آرزو حوثای نیتا کتون برسیده گرده ساق باشه سراب جان کلم چکش که خوش پیر شوه اگه نیوره ایوره چیوره هم مثل هم یکتون بینه الهیم شما ده هم یکتون مریدی در کجایی شد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مهمانان عزیز به همه شمایان اولا بار خوش آمدید میگویم من امروز روز شیرینای بودم الهیم شیرینای 120 ساله شود دختره که برمندی شود کلون شود مکتبکای عالی بدروید همه وقت ساق و سلامت کرده دادش بیش اوناش هم یکاشون به خدمتگار شود ساق باشه همه وقت خدای پشت و پناهش بگرده هم با تو خوش آمده خانه که طفل دارد غصه در آن خانه است خانه که طفل دارد غصه در آن خانه نیست خانه که طفل دارد غیبت بیگانه است
مانگی از هر خاندان آید صدای کودکان، نخل هر یک خنده اش گویی به صد دردانه است. السلام علیکم مهمانان عزیز. امروز من بگیم مبارک باشد زادروز. امروز در حقیقت هم روزی مبارک است برای آنکه در این روز اصلی خاندان مرادقل و صناعت‌های این اصل شیرینه به دنیا آمده. امروز برای ما روزی مبارک است. دوستان عزیز، من از این فرصت استفاده برده به این شیرینه عزیز، به این شیرینه اصل صحت و سلامتی، عمری دراز، روز خوش، زندگی خوشبختانه، ما نیکی های حیات خواهان هستند. الهی کلان شود و مراد و مقصد رسد. پدر و مادر عزیز، بابای و عامه عزیز از پشت این نبیره و فرزند عزیز روزهای نیک بینند و مراد و مقصد رسد. مبارک باشد زادروز شیرینه مبارک. السلام علیکم همدیگران عزیز، خواهران، مادران، دادران. اولین بار خوش آمدیتون به این درگاه نوری دیده تاجیکستان. من امروز روز تولد شیرینه بانو بود است. الهیم 120 ساله شود و بعد پیر شود. فخر قشلاق شد، فخر آینه شده کلام به بوی رسد. تگه چی ملکه با خدا لایق بنده هم یکون ما همون روز کبا تگه چی ملکه هنگه من اینجا آیتمونم من این آیتمونم هم ما همونجا باشیم و تگه چی ملکه با خدا ما درونده سلام نامه خونه میلاییم. هیچ وقت دستی کم روز بدن نپلیتون صنعت های کلی مولا مراد کن سمده باید و نگاره های فرق جان هم موتون چی نیت کداشتون نیتتون برستون میلاییم. روزی بعدتون من همه خیلی میگذارم. خوش آمدیتون نوری دیده تاجکی سر میگیم. رحمت. اکنون باشد از نام خانه جان آسان معلم تاجیه و سخنهای تبریکاتی را میشنویم. مرحبا. سلام علیکم مهمانان عزیز. همه شمایان رو خوش آمدید میگویم به خانه خواهرک عزیزم. شیرینه های الهیم 100 ساله شود، بی درد و بی غم کلان شود، فخر پدر و مادر، فخر اولاد شود، صاحب کسب درست شود، عاقله آمینه شده به وایه رسد، بی درد و بی غم کلان شود. مبارک باشد روز خرسندی. اکنون نوبت رو رقص بدهیم. بیرون شما باید همیشه رقصیم. از پدران عذر بپرسیم و یک جای مادران رو به رقص تکلیف میکنیم. بر همه صورتهای شوق برای شمایان میرقصیم، خرسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد میگیم. مرحبا. Ey